سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی 59 تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد. سازمان مجاهدین تاکنون اسامی 704 شهید قیام را اعلام کرده است. اسامی 59 شهید دیگر قیام سراسری مردم ایران از این قرار است: تهران شهریار بهزاد تکیه، تهران اسلامشهر علی احمدی، قزوین مجتبی قیداری، اهواز مریم ایدانی، اهواز محسن عساکره، اهواز حمید رضازاده، اهواز اصغر حق طلب، اهواز اکبر ملکپور، اهواز مهدی عبدی، اهواز سید رضا خلفزاده، اهواز امیر حسینی، اهواز زینب نیسانپور، اهواز محدثه مقدم، اهواز فریحه کریمزاده، اهواز فاطمه حقوردی، اهواز شهلا بالدی، اهواز کوثر تابع معتبقی، اهواز ریحانه ملکی، اهواز علیرضا اکبرپور، اهواز نوید عساکره، اهواز مهدی فلاحی، اهواز سهیلا فلاحزاده، اهواز کوثر بغلانی، اهواز نسرین بغلانی، اهواز مهدی غلامزاده، اهواز فریبا آل خمیس، اهواز علی آلبوعبادی، اهواز امیر عساکریان، اهواز مهدی دریس مولایی، اهواز رحیم عربپور، اهواز رضا یزدانی، اهواز علی اسماعیلی، اهواز مریم اسماعیلی، اهواز رضا قادری، اهواز مهدی قادری، اهواز حسن ربیعی، اهواز مبین مقدم، اهواز حمزه باوی، کرمانشاه فرشید عزتشاهی، کرمانشاه سعید ارشادی، کرمانشاه محمود فردپور، کرمانشاه علی غلامپور، کرمانشاه فرهاد مجیدی، کرمانشاه مسعود ابراهیمی، کرمانشاه جواد حیدری، کرمانشاه اسمت حیدری، کرمانشاه جمشید کاظمی، کرمانشاه علی غفوری، کرمانشاه علیرضا داموندی، کرمانشاه فرشاد توکلی، کرمانشاه ویدا شکیبایی مقدم، کرمانشاه بهروز فرهادپور، کرمانشاه حجت جلالی، کرمانشاه هاشم عزتیپور، کرمانشاه هدایت قربانی، کرمانشاه فرخ جباری، کرمانشاه مسلم فیاضی، کرمانشاه اسکندر مرتضوی، جوانرود هاشم مرادی.